دوباره من میخوام برم بیرون و نمیدونم باید چی بپوشم. اصلا چه رنگی باید بپوشم؟ چیو با چی ست کنم قشنگه؟ چرا نمیدونم استایل من کدومه؟ وای چقدر کلافم. وقتی هر بار ساعتها توی اتاقت لباسها رو زیر و رو میکنی و کنار هم میذاری، بازم نمیدونی چی بپوشی و کلافه و سردرگم میشی. هر لحظه احساس میکنی اعتماد به نفستو داری از دست میدی. آخه همه دوستات خوش تیپ و خوش استایل ظاهر میشن، ولی تو هنوز بلد نیستی چجوری برای خودت لباسی رو انتخاب کنی که با سلیقه و شخصیتت هماهنگ باشه. دیگه نگران نباش. بیا با هم بریم به دنیای لباس ها تا اول خودت و استایلتو بشناسی و بعدش هم با سبک و مد و استایل جهان آشنا بشی. اولین قدم اینه که به نیازهای خودت توجه کنی. باید بدونی که به کجا میخوای بری یا چه کاری قرار انجام بدی. برای روز عادیه یا برای یه مناسبت خاص. در نظر داشته باش که هوای چه فصلیه. اگه زمستونه، لباسای گرمتر مثل پلیور، کاپشن یا کت باید استفاده کنی. و اگه بهار یا تابستونه، لباسای سبکتر، خنک‌تر، تیشرت، شلوار کوتاه یا دامن رو باید انتخاب کنی. حتما به رنگ‌ها توجه بکن. رنگ‌هایی که با پوست و موهات هماهنگی داشته باشه. رنگ‌های روشن رو در روز و رنگ‌های تیره‌تر رو در شب باید استفاده کنی. به سبک شخصیت خودت حتما توجه کن. مثلا سبک رسمی رو ترجیح میدی یا سبک غیر رسمی؟ آیا به رنگارنگی و الگوهای پررنگ علاقه داری یا سادگی رو ترجیح میدی؟ اینا موردایی که حتما در انتخاب لباس باید دقت داشته باشی. در دنیای مد و فشن خیلی از استایل ها هستند که به طور مداوم تغییر میکنن. هر استایل مد ترکیبی از عواملی مثل فرهنگ، تاریخ و هنر و اجتماعی که مردم در اون تحت تاثیر قرار دارن. اگه دوست دارین بریم و چند تا استایل مهم دنیا رو با همدیگه ببینیم و بشناسیم. استایل کلاسیک به مدل و طرحهایی گفته میشه که طراحی و قالب بندیش تغییر چندانی نکرده. این استایل معمولاً به عنوان پایه‌ای برای سایر استایل ها عمل میکنه. استایل رترو به مدل و طرح‌های اشاره داره که الهام از دهه‌های گذشته است، مثل دهه 1960 و 1970. معمولاً با الگو، رنگ و جزئیات خاصی که در اون دوره محبوب بوده ترکیب شده. استایل استریت‌ور به مدل و طرح‌های اشاره داره که از خیابان‌ها و فرهنگ شهر الهام گرفته. این استایل معمولاً به لباس‌ها و لباس‌های راحت و غیر رسمی دیده شده که در زندگی روزمره و فعالیت‌های شهری از اون استفاده می‌کنن. استایل مینیمالیستی. در این استایل طراحی‌های ساده، خطوط تمیز و استفاده محدود از جزئیات رو هم ترجیح دادند. این استایل معمولاً با رنگ‌های نیمه تیره و نقش‌ونگارها و الگوهای ساده همراهه. استایل بوهمی به مدل و طرح‌های اشاره داره که طبیعت و زیبایی رو در اون تجسم کنی. این استایل معمولاً با الگو و رنگ‌های زنده و جزئیات قومی و استفاده از مواد طبیعی مثل پارچه‌های نرم و چرم طبیعی همراهه. استایل اتلتیک. این استایل هم از ترکیب مختلف عناصر، الگوی فرهنگ و رنگ و جزئیات متنوع استفاده شده و یک ظاهر منحصر به فرد را ایجاد میکنه. استایل گوتیک. این استایل هم که از فرهنگ گوتیک و عصر وسطا الهام گرفته شده. معمولاً با استفاده از پارچه‌های تیره، الگوها و جزئیات پیچیده و همچنین لباس‌های سنگین و تاریک همراهه. استایل فوتورالیستی که از عناصر آینده‌نگرانه علمی و تکنولوژیکی همراه شده. این استایل معمولاً با استفاده از جنس‌ها و الگوهای فضایی، رنگ‌های نورانی و جزئیات فناورانه است. به یاد داشته باشین که استایلتون ممکنه در گذر زمان تغییر کنه و این هم که امر طبیعیه. ممنونم از توجه و تماشای شما به این ویدیو. کانال من رو دنبال کنید تا از محتواهای جذاب و مفیدم با موضوعات زنان همیشه با خبر باشید. منتظر دیدار شما در ویدیوهای بعدی هستم.